من با آقای رجوی اینجا در حضور ملت ایران میگویم که آقای مسعود رجوی که جانتون رو از پادگورنی دارید، نونتون رو از خانم مارگارت تاچر دارید و زورتون رو از صدام حسین دارید و به اسم ملت ایران صحبت میکنید. شما حق ندارید به نام نماینده ملت ایران با طارق عزیز و عراقی ها قرارداد نظامی سیاسی ببندید. ملت ایران به شما این اجازه رو نمیده. شما هیچ کسی نیستید. شما فقط بلدید 4 تا دانشجو رو گول بزنید اینجا. آقای مسعود رجوی همینه. مردم میخوان تتمه شما رو قتل عام بکنن، تتمه پولی که دارید بگیرن و تتمه جونتون رو به باد بدن، به خاطر اینکه اون چیزی که خمینی نتونست به سر شما اون بلا رو بیاره، اون بلا رو رجوی به سر شما بیاره. اون کاری که خمینی نتونست تموم بکنه رجوی تمومش میکنه. و ما که امروز میستیم و میگوییم اگر ما اشتباه کردیم در کشورمون، من به عنوان یک ایرانی میگویم اگر من قدمی به اشتباه برداشتم گه خوردم و غلط کردم و همیشه میگویم گه خوردم رو برای اینجا ساختن که من بیام بگم من گه خوردم. این جمله رو برای کجا درست کردم؟ برای اینجا که من بیام بگم الان اگر من اشتباه کردم گه خوردم. ولی آقای رجوی ما دیگه اشتباه نمی کنیم، دیگه زیر بار شما و امثال شما نمیریم. انقلاب مال شما و به گور پدر شما. ما وطنمون رو به باد نمیدیم. ما به تاریخ ایران خیانت نمی کنیم که آقای رجوی و بنی سعد بیایند و کشوری 6000 ساله رو به باد بدن. بسه این ناموسی هایی که با زنهای ما کردید، با بچه های ما کردید، با مردان ما کردید. بس آقای رجوی، بساطتون رو ببرید به همون مسکو، پکن و لندن و بغداد پهن کنید. شما دیگه نمیتونید ما رو گول بزنید با جمهوری من درآوردی دوم و سوم و دهمتون. جمهوریتون مال خودتون. ما هیچ چیز غیر از ایران شاهنشاهی نمیخواد.